بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. والصلاة والسلام على رسوله الذي قال في خطابه: صلوا كما أصلي كما رأيتموني أصلي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروزه موعظه‌ای که من برای شما اعلان کردم این سوال و جواب است. سوالهایی که از شما به ما شد، جوابهای او را من به شما پس میگردانم. چگونه که 3 جمعه الحمدلله که ما در باب فضیلت نماز با جماعت صحبت داشتیم و امروز باشد به این سوال و جواب ما و شما می پردازیم. پیش از سوال و جواب یک حدیث را از پیغمبر خدا به گوش شما می رسانم که راوی این حدیث عبدالله ابن عمر است که میگوید پیغمبر خدا گفتند: رمضان، این روزه و قرآن در روز قیامت از برای تمام پیروان خود طلب شفاعت می کرده است. یقول الصیام یا ای ربی منعته الطعام و الشهوه فشفعنی فیه. این ماه مبارک در روز قیامت وقتی که ما و شما زنده می گردیم، این ماهی که ما و شما احترام او را داریم، این ماهی که ما و شما از طعام خوردن و از نوشیدن باز ایستادگی هستیم، این ماه نزد پروردگار می گفته است: ای پروردگار، برای من یک شرایط مهیا کن، برای من یک اجازت بده تا که من اهل روزدارها را در این حالت خیلی ناگوار در این میدان قیامت شفاعت کنم. زیرا که اینها در دنیا من چنان حکم داشتم که اینها را از طعام خوردن و از خانه‌داری به زنهای خود کردن باز داشته بودم. پروردگارا، اینها را بر من بسپار. و قرآن می گفته است: و یقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیه فیشفعان له. قرآن می گفته است: پروردگارا، آن بندگانی که در دنیا مرا احترام کردند، مرا دوست داشتند و اینها را من شب تا جایی که خواب کنند خواب نمی کردند، می کشادند، به حرفهای نازنین من نگاه می کردند، دانه به دانه این قرآن را می خواندند. خدای مهربان، من از جانب تو طلب دارم که این قوم قرآن خوان را بر من بسپار. روز قیامت الحمدلله که آن کسانی که قرآن خوان هستند، آن کسانی که این ماه مبارک رمضان روزه گرفتند، در شفاعت ماه مبارک و در شفاعت قرآن مبتلا می شوند. این فی الجنة بابا یقال له الریان
یدخل منه الصائمون لا یدخل منه احد غیرهم. پیغمبر خدا گفتند در جنت گفتند یک دروازه هست که نام همان دروازه ریان است. در این دروازه ریان گفت پیغمبر هیچ نفر داخل شدن نمیتواند مگر بغیر کسانی که در دنیا روزدار بودند. یدخل منه الصائمون. پیغمبر گفت در این دروازه فقط روزدارها می درآیند. فاذا دخلوا اغلق. رسول اکرم گفت وقتی روزدار که در آمد این دروازه در حال پوشیده می شود، دیگر کسی را راه نمی دهد. برای کیست؟ برای کسی که در دنیا روزدار است، برای کسی که در دنیا این ماه مبارک احترام می کند. البته در این بابها صحبت ها داشتیم، با صحبت ها را انشاءالله می کنیم. اینجا یک چند سوال های تعجیلی آمده است، اول اینها را من جواب میگم و بعدا انشاءالله به سوال های پیشینه ای که بود جواب میگردانیم. السلام علیکم حاجی داملا، از شما خواهش میکنم جواب قطعی دهید. تاجرهایی که پیش از رمضان نرخ را می بردارند و از پول آن در مسجد خیر و در خانه هایشان نان می کنند و شما باز آنها را دعا می دهید، ثواب می گیرند یا نه؟ البته ما در اول ماه مبارک برای همه شما، چی تاجر باشد چی غیر تاجر باشد، پیغمبر خدا خبردادگی هستند الصوم جنتون ما لم یخرقها. این روزه، این ماه مبارک رمضان برای شما سپر است. چگونه ای که دو جنگاور جنگ میکند و در دست آنها سپر است و خود را از هلاک شدن محافظت میکند، این روزه مبارک هم در روز قیامت برای ما و شما سپر میشود از آتش دوزخ. ما لم یخرقها. لیکن رسول اکرم شرطی گذاشتند، مادامی که شما در دنیا اگر این سپر را پاره پاره نکنید، این سپر را اگر شما در دنیا از دست ندهید، این حالت در برای شما سپر می شود. ما در کدام حالت این سپر را پاره میکنیم؟ اگر جنگاور با زدن شمشیر سپر را پاره کند، روزه ماه مبارک رمضان با غیبت پاره می شود. روزه ماه مبارک با قماربازی پاره می شود. روزه ماه مبارک رمضان با دیدن حرام کرده های پروردگار از روی ذوق اگر نظر کنیم پاره می شود. روزه ماه مبارک از روی سوداهای نادرست پاره می شود. ماه مبارک رمضان از حساب دروغ گفتن پاره می شود. این سپر از دست می رود. اگرچه من دعا هم برای او میکنم، لیکن معنای او را ندارد که من پشتیبانی از او میکرده باشم. این معنای پشتیبانی را ندارد، بلکه من دعای من هم در کسی اثر میکند، در کسی خداوند او را میرساند که در اصل وی جدی روزه داشته است. اگر من دعا هم که دهم وی دروغگو باشد، وی حق مردم خور باشد، وی در تجارتش خیانت داشته باشد، این دعای من بر او هیچ رسنده ای نیست. از این خاطر من از اول ماه برای شما تأکید کردم، یک ماه است، الک یک جمعه دیگه باقی مانده است و خلاص رفت. اینا شما غنیمت شمارید. اینا را تمام دوستان خدا آرزو میکردند که پروردگارا یک بار دیگر به ماه مبارک رمضان ما را برسان. اونها نه شب خواب بودن نه روز خواب بودن، میدانستند که این ماه سر به سر ماه اجر است، ماه ثواب است. اینقدر حرکت ها میکردند. عایشه صدیقه میگوید دهه آخر پیغمبر را در خانه من نمیافتم، در مسجد بود فقط. بند ایزار را میبست. میگوید بند ایزار بستن به معنای که میان میبنده، ما و شما از پای کار میشیم. رسول اکرم دهه آخر را میان میبستن، از مسجد بیرون نمیشدن. این است کرده پیغمبر ما و شما.
لیس الصیام من الاکل و الشرب انما الصیام من اللغو و الرفث. رسول اکرم گفتن این روزه معنایی را ندارد که شما روزی دراز نخوردید، آب ننوشیدید، تمام روزه به جا آمد. نه، بلکه پیغمبری خدا گفتن بازم این گفتن باید که شما از سخنهای فحش، از سخنهای دروغ، از بهتان، از تمام کردارهای ناپاک دور باشین. این صورت در روزه شما نور بالای نور می شود، این روزه شما برای شما سپر می شود. التماس برادرای عزیز، با 100 سامان یا 200 سامان یا 500 سامانی که تو میابی، لیکن روز قیامت حسرت میبرین 500 سامان برای تو هیچ فایده ای نمیکنه. این سوالای تعجیلی بود، از الحال آمدن من جواب میگویم. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما که در شهر دوشنبه استقامت میکنیم و در بازار کاروان و تجارت مشغولیم. در نزد ما یک جوانی کسیت فروش هست و هرگاه که ثبت آواز شما را میگذارد ما خیلی شاد میشویم و در حق شما بهترین خوشی های دنیا و آخرت را آرزو کرده از شما 2 سوال میکنم. التماس با سوال من جواب گویید. گبناز از نظر اسلام، گبناز این سحر است، سحر در اسلام حرام است. گوید که عروس قرآن کدام سوره هست؟ با احترام یک گروه صاحبکاران از بازار کاروان در همون 4 کتاب به فکرم که عروس قرآن سوره یاسین میگفتند، لیکن برای ما و شما قرآن همش عروس است. برای ما و شما همه سوره های قرآن عروس هستند. این شرط نیست و این واجب هم نیست که ما و شما دانیم که عروسی سوره های قرآن کدام سوره هست. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه باختر خواهش و التماس داریم که با سوال ما جواب گردانید. در دهه ما 2 ملا وجود دارد، از بدبینی یکدیگر در مسجد از قفای یکدیگر نماز نمیخوانند. یکی بروقتر، دیگر دیرتر به مسجد می آیند و یکی در دیگر اتاق مسجد نماز میگذارد که همه این به ضرر عامه خلق می باشد. ما فکر شما را در این باره خیلی و خیلی انتظار هستیم. من به این برادرها مراجعت میکنم که از پس حرد این نماز نخوانید. وقتی در یک مسجد باور کنین 2 تا نماینده دین، 2 تا شخصی که اینها باید در تمام مردم یک مثال باشند، تمام مردم باید که اینها را دیده عبرت گیرند. وقتی اینها در داخلشان از کینه و از حسد خالی نیست، رسول اکرم میگوید من کان له کین فلیس له دین. کسی اگر یک ذره کینه در دلش داشته باشد وای دین ندارد. وقتی این کینه و حسد از طرف این عالم ها وقتی پیدا می شود، پس این عامه مردم ما چی گوییم دیگر؟ بی نهایت مصیبت کلان است. این یک ناآرام کننده باور کنید، چی در مسجد چی در جامعه هستند اینها. از روی اسلام رسول اکرم گفتن انزلوا الناس منازلهم، هر کس را در منزل خودش نشانید. نگاه کنید کدام همون بهتر است، کدام همون علم خوب دارد، کدام همون با آداب است. بازم علم داشتن آداب با ضرور است. کبر در عالم نمیزیبد. عالم باید خاکسار باشد، باید با بای و با فقیر برابر باشد. نگاه کنید که اگر این خصلت‌های خوبی نیکی پیغمبری خدا اگر در کدام او اگر یافت شود، از پس وی نماز خوانید. و الا اگر هر دوش این گونه حسد و کینه و بدبینی و بدخلقی و غیبت داشته باشند، اونها را ترک کنین، از پس یک آدم دیگر نماز خوانید. این بهتر است. بسیار مصیبت کلان است باور کنید. ولی در اینجا یک سوال دیگر باز در همین بابم آمده است.
در یک مسجد دو قوم، این جایز نیست، درست نیست. از این دیگر فتنه بزرگ هست. به نهایت خوب می شود که از پس هیچ کدام اونها نماز نخوانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابای حاجی، در حق مادر ما که در بیمارخانه خواب است یک دعا کنید که خدا شفای کامل عطا کند. خدای مهربان این مادری که در شفاخانه خواب هستند، خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیبشان بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یک چیز را پرسیدنیم. یکم، فکر شما نسبت کرخت و کرختگران چیست؟ التماس جوابش را همین روز گردان. با احترامی که از مخلصان دائمی شما. من در باب همین کرخت باره با شما گفته بودم که راستی بار خود همین نام پسند نیست. کرخت چی معنی دارد خودش؟ از این خاطر هر یک چیزی که شما گم میکنید به همون ذاتی که خودش یابنده است، به همون ذات مراجعت کنید، بهترین صورت شامل می شود. که پروردگارا، آن مالی که من از دست دادم تو میدانی در کجاست، در دست کیست. خدای مهربان همون مالی مرا پس بگردان. این بهترین صورتش انا همین است. من از حساب این مسئله هایی که برای شما گپ میزنم باور کنین در چندین جاها ما را سرزنش میکنند که شما آن عرف و آن عادت هایی که پیشینیان داشتن همه او را انکار میکنید، بیکار میکنید. السلام علیکم داملای محترم. از شما خواهش دارم که همین سوالی مرا جوابش را گردانید که در ماه شریف رمضان خوردن تخم درست است یا نه؟ ایرا دائم سوال میکنند. البته درست است. در ماه رمضان خوردن تخم یگان ضرر زیانی ندارد، مگر عزیزان ما و شما را همین دلیل نادرست گفتنش هم همین بود است که این که از بس که خیلی قوتناکی تخم که بلند است و آدم را روزی دراز گرسنه نمیماند و انسان مشقت روزه را که کشیده نمیتواند، از این خاطر گفتن خوردن تخم نادرست است. یعنی رمضان باید که مشقت داشته باشد، رمضان باید گرسنگی داشته باشد، انسان نفسش باید به سوی طعام و به سوی آب چکار کند؟ میل داشته باشد و از ترس خدا به سوی طعام و شراب که نزدیک نمی شود. این بهترین روزه هست. لیکن وقتی انسان تخم میخورد از قسم سحر، دیگر تا بیگاه وی گرسنه نمیماند، وی حس هم نمیکند که روزدار هست یا نه. اگر شما تقوا کنین گوین که ما بلکه مثال دیگر طعام میخوریم تا که گرسنگی را حس کنیم، اینش کار شما هست. لیکن خوردن تخم در رمضان هیچ ضرر زیانی ندارد. چند دانه ای که میخورین خوردن گیرین. فقط من در اول رمضان برای شما گفته بودم در خوردن و در افطار کردن بسیار احتیاط داشته باشین. هر گونه طعامهای سخت و خنک در این شکمهای خالی استفاده نکنید تا که با سبب بیماری شما نشود، با سبب یگان فلاکت در وجود شما نشود. در کشادن روزه هم بسیار سراسیمه باشین. رسول اکرم گفت از احب العباد الی اعجلهم فطرا، محبوب ترین بنده به سوی من آن کسی است که روزه را تیز می شکاید، معطل نمی کند که کی ستاره ها می براید، که اینها هیچ معنی ندارند. امروز 10 تا کم 6 کشانیدن روزه است. شما میتونین در 10 تا کم 6 اول روزتون را شکایین، بعد نمازتون خوانین. حتی شما اگر در خانه ها باشین، شرایط مسجد رفتن نداشته باشین، میتونین که یگان طعام سبک خورین که تا که شما دیگر در داخل نمازم که باشین
یعنی به سوی طعام رغبت نداشته باشیم. نمازتان با چین دل، با حضور دل خوانید. در کلاب ما و شما عادت نشده است، لیکن بیرون از این در دیگر جاها همون یک چینی در یک سیوقش میگویند، در همون طرف ها بگیم مثل همین آشی بریده ما و شما واری، همون را یک تشا میخورند، میشکاین روزه ها شما، بعد خیسته نماز میخوانند. انا بهترین صورت شمین است که در حاضر ما و شما نماز میخوانیم، باور کنیم فقط و خیال ما به سوی شادن روزه است. دیگر رغبتی در نماز نداریم، حضور دل در نماز نداریم، فقط همه حرکت همین است که تیزتر رفته روزه ما بشکاییم. برای بهترین صورت شمین است اول روزه تان اشکاییم، بعد نماز تان خوانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی مرزا، من از شما یک خواهش دارم که با این سوال من جواب گردانید. آیا موی تنه را بغیر از موی سر دیگر همه موی بدن را تراشیدن کاری بد است یا اینکه نیک؟ موی دست و پا بالای شکم. حاجی محترم، از شما خواهش دارم که با سوال من حتما جواب بگردانید که ضرور است، چون که مرا موی تنه بدن نمیفارد. من موی تنه را بد میبینم. در مسئله ها از آن جمله فتوای محمودی هست، حضرت ها اجازت دادن که حتی اگر همین ابرو میبینید که دراز میشود و بالای چشم شما را فرا میگیرد، در چشم شما خلل میدهد، حتی همون مویهایی که به چشم شما ضرر میرساند همونها را به قیچی گرفتن جایز گفتند. همون مویهایی که ضرر میرسانند. اگر مویی که در بدن یعنی این برادر را آزار دهد و این برادر از این موی نافار باشد، یعنی وضعیتش خوب نباشد، تراشیدنش باکی ندارد. این مسئله را من در دوشنبه هم از یک عالم خیلی کلان هم صحبت شدم. این سوال را از او پرسان کردم و هم گفت که هیچ باکی ندارد. گفتند اگر مبادای همین پشم دست باشد، پشم شکم باشد، پشم پای باشد، اگر یگان ضرری برای همون انسان پیدا کند یا یک طبیعت ناخوب برای همون انسان پیدا کند، حق دارد که باید تراشد. السلام علیکم داملای عزیز، آیا جوابنامه در قبر لازم است یا نه؟ انا اینم از همان سوالهای کرخت و دیگر مسئله های هستند که امروز الحمدلله که امروز فکر میکنم جوابنامه از بین نابود شده است. شما یک تصور کنین پدرای عزیز، به هیچ کدام شما سخت نرسد. همین مسئله که من به شما میرسانم حقیقتش برده گویین، در هر جا گویین قبول می شود، لیکن افسوس که شما دیگر زیل را برده میرسانید. امروز باور کنین ما بدنام شدیم، لیکن الحمدلله بدنامی ما برای ما خوب است. در شهر آوازه است که گویا که ما زیارت مزار من کرده باشیم، حالا که من زیارت مزار من نکردم. من فقط شما را توصیه دادم که شما درست زیارت کنید، از روی دستورات اسلامی زیارت کنید. ما در شأن حضرت امیرجان سخنی نگفتیم، ما خاک پای حضرت امیرجان نمیشیم. حضرت امیرجان نفری بودند که خدمت‌های شایسته در اسلام کردگی هستند. اینقدر کتاب وی تصنیف کرد، اینقدر اشعار بسیار دارد، چگونه ما زبان ما کشاده می شود در حق ایشان یگان سخنی بدی میگوییم. این زبان می سوزد. با دوستان خدا ما هیچ وقت جنگ نداریم، جنجال نداریم، مقابلیت نشان نمیدهیم. شاعر میگوید دوستان خدا خدا نباشند، لکن زی خدا جدا نباشند. اونا از خدا جدا نیستند. ما قدرت پیدا نکردیم که امروز عزیزای خدا را سنگ زنیم، بلکه من بر شما گفتم که آن سنگهایی که در اطراف مزار است شما بوسه نکنید، این عمل حرام است. اگر از حساب این فتوام در روی دنیا که سیاه شوم، من در همین فتوای خودم ایستادگی هستم. من از این فتوا نمیگردم که بوسه کردن سنگ مزار، بوسه کردن قبر حرام است. آدم مشرک میشد، شرکی به خداست. حتی همون حضرت امیرجان هم از شما راضی نمی شود اگر شما سنگهای او را بوسه کنید، اگر آن غیشت هایی که اونها را بوسه کنید.
شما روین آیت خوانین، در حقش دعا کنین و این منتظر احتیاج به دعای ما و شما داره. لیکن از او درخواست نکنید که ای حضرت امیر جان به من فرزند نصیب کن، ای حضرت امیر جان برای من کشایش کار نصیب کن. اینها حرام هستند در اسلام، اینها را جایز نیست. ما و شما سوره فاتحه میخونیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای پروردگارا با جز تو من در هیچ کس بنده نیستم. ایاک نعبد، فقط در تو را تعظیم میکنم. و ایاک نستعین، فقط از تو مدد طلب میکنم، از کسی دیگر مدد طلب نمیکنم. حتی از حبیب خدا فرزند طلب نمیکنم، فقط از تو طلب میکنم. این است دستورات اسلامی. شما فتوا را خوب گوش اندازین، کجای این غلط است. من گفتم آن سنگی که در پهلوی حضرت امیر جان است که بعضی از برادران ما دعوا دارند که وای گهواره او باشد، وای از آسمان آمده است. این من افسانه میگم، این دروغ است. وای گهواره ندارد. اگر گهواره می آمد برای محمد صلی الله علیه و سلم می آمد که وای بهترین موجودات و بهترین مخلوقات است. اینا اساس ندارند. دادرای عزیز، در این شما فریفته نشید. من در بین شما هستم نیستم، این عقیده اسلام است. با خدا قسم من در نزد خدا به این سخنهای گفتگیم جواب میگم. من برای شما گفتم مزار آب و آذوقه نبرین. برای چی خاطر گفتم؟ به خاطری که همسایه های شما گرسنه هستند، به خاطری که برادرهای شما گرسنه هستند. اونها را دیهن و اونها را وظیفه‌دار کنین که در حق حضرت امیر جان دعا کنند. حضرت امیر جان اگر قلمه میخورد، حضرت امیر جان اگر گوسفند میخورد، امروز نامی او به نیکی نمیمان. وای دنیا دوستدار نبود، وای دنیا را ترک کردگی بود. آیا کجای همین نادرست است؟ مرحمت خیز است بین قوم. همون انسان هایی که سخن نادرست میبرند، خیز گفت سخن تو نادرست است، تو خودت نادرست هستی. جوابنامه در قبر در این بابت در صلات مسعودی میارد که در قبرها شما جوابنامه نویسین. لیکن برادرای عزیز، هر یک مسئله باید اساس دلیل داشته باشد. امروز زمانی نیست که به ضرب کلتک و به ضرب سیاست سخن تا گذرانی، بلکه امروز زمانی آمده است که دلیل در کار است، حجت در کار است. از این خاطر ما و شما در همون کاغذک می نویسیم هنگام شب قبر چو هنگام بهار، دلتنگ مباشه در این کلبه تار. ما مهمان صاحب خانه کریم، هرگز نبود کریم مهمان آزار. در همون جوابنامه همین را می نویسید. این چی فایده می بخشد بر همون میت شما؟ چی فایده می بخشد؟ یک انسان جنایت میکنه در همین جمهوری ما و شما، در همین شهری ما و شما جنایت کرد. آیا همون جنایتکار را عذاب میدهند یا که آدم بیگناه را؟ جنایتکار را عذاب میدهند. اگر این انسانی که در دنیا جنایت کرده است، در دنیا حقوق انسانها را پایمال کرده است، بد اخلاقی کرده است، بی خدایی کرده است، حکم خدا را پایمال کرده است، اگر من 100 جوابنامه در بالای سرش کشال کنم، خداوند وی عذاب میدهد، خداوند وی جزا میدهد. زیرا در سوره زلزله ما و شما میخوانیم و ما یعمل مثقال ذره خیرا یره و ما یعمل مثقال ذره شرا یره. خدا وعده داده است، خداوند به ما و شما گفته ایستاده است کسی که در دنیا به منزله یک دانه، چی دانه گندم گویم، به منزله اگر یک دانه گندم در دنیا نیکی کرده باشد، خدا وی پاداش نیکی میدهد. اگر در دنیا یک ذره بدی کرده باشد، وی منتظر بدی باشد که او را خداوند پاداش بدی میدهد. این خداوند گفته ایستاده است.
السلام علیکم دامنای محترم. یک سوالی تعجیلی دارم. سوال چنین است: دهه ما کلان است، مسجد در یک طرف دهه هست، در مسجد یک عوام امام هست. عوام گفته یک آدم بی سواد امام است، با کدام سببه؟ و در طرف دیگر یک عالم امام است. آیا ما در مسجد از قفای عوام خوانیم یا در قفای عالم؟ التماس جواب مکمل دهید. بر همون دهه‌ای که این برادر نویسانده است، نخواد که آنقدر فراست و عقل نداشته باشند که عالم افضل از عوام است. خداوند در قرآن میگوید الذین اوتوا العلم درجات. ما عالم ها را درجه خاصه دادگی هستیم. ما عالم ها را درجه خاصه دادگی هستیم. یکی از دوستان خدا میگوید بین عالم و بین جاهل فرق 60 ساله اسب دوان شب روز دوان چند کیلومتر طی میکند. بین عوام و بین عالم انا همین قدر فرق است. وقتی عالم در همون مسجد باشد چی جای دیگر از پس عوام شما نیت میکنید؟ عالم البته ارزنده است، باید که شما از پس عالم اقتدا کنید. حتی همون امام عوامی که هست وی هم شما باید که همه کسا گویند که برادر عزیز اقتدای ما از پس تو جایز نمیشه در حالتی که در بین قوم ما عالم باشد و وی خار باشد و کسی به وی اهمیت ندهد. از پس بودن او ناجایزی نماز شما را نشان میدهد. السلام علیکم محترم حاجی میرزا. بعد از سلام از درگاه خداوند کریم تنی صحت و سلامتی، آرامی و جمعیت و اهل و بیت شما را طلبگارم. من از شهر دوشنبه یک برادر اسلامی و مخلص امر معروف شما ذاکر افغان هستم. لیکن برادر، سوال از فعل خودم. در بازار گنجینه سودا میکنم. کدام دختری گذرد آنها را، یعنی دخترها را، شوخی‌های بی جای و بجا میکنم. این از نگاه اسلام عزیز ما چگونه است فهمانید. با جمله دوستداران شما از بازار گنجینه، شهر دوشنبه، سکتور 10. ما با تمام مخلصان خود، با تمام آن کسانی که ما را احترام میکنند، ما را دوست میدارند، ما هم اونها را دوست می‌داریم، ما هم اونها را احترام میکنیم و فقط خواست من، مقصد منم برای بهبودی، برای جمعیت و برای خوب کردن اخلاق جوانها من مبارزه میبرم. فقط مقصد ما همین است. این برادر ما وقتی از ما سوال کردند که آدمی نمازخوان بازم این یک فعل ناخوبه داشته است که با دخترهایی که از پیش دکان اونها میگذشته است شوخی‌های بیجا و بجا میکرده است. خواست است که اسلام در حق این گونه جوانها چی میگوید. این فقط در حق این ذاکر افغان نیست، بلکه امروز اکثر جوانها دخترهای راهگذر را گپ میپرتایند، با اونها شوخی‌ها میکنند. خدا در قرآن سوره نور نظر میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك اذکى لهم ان الله خبیر بما یصنعون. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. صدق الله العظیم. خداوند مهربان، خداوند قادر و به همتا چی به زنها چی به مردها خطاب کرد، سفارش روان کرد. ای محمد صلی الله علیه و سلم، با تمام جوانها
با تمام مردان امت خود بگو که وقتی یک زنی را که وی زنی بیگانه هست، وی زن نه خواهر تو هست، نه ینگه تو هست، نه خارزای تو هست، بلکه یک زن همسایه است، یک زن نیکارس است. وقتی آنها را که دیدن باید که چشمهای خود پیشی برگیرند، به آنها نظر نکنند. خدا این سپارش داده ایستاده است و به تمام مردهای امتت ای محمد صلی الله علیه و سلم خبر بده که خودشان را از زنا نگه بدارند، زیرا پروردگار اونها از تمام افعال و کردار اونها درکدار است. در دوام آیت خدا چی میگوید؟ و بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم با تمام زنهای امت خبر بده وقتی مردهای بیگانه را که دیدن باید که به سوی اونها چشمی با شهوت نکشایند، باید به سوی مردها نظری با شهوت نکنند و خودشان را از زنا از حرام نگه بدارند. این سپارش پروردگار برای تمام مردها و زنهاست. شاعر عرب میگوید کل الحوادث مبدأها النظر و معظم النار من مستغرر الشرر. این شاعر عرب گفته است همه حادثه های روی دنیا را سرشویش مبدأش گفته همون چشمش از نظر کردن سر می شود. و حضرت تشبیه آوردند و معظم النار من مستغرر الشرر. گفتند چگونه که یک آتشی که چند قدر علنگه دارد اولی او را نظر کنید چند قدر خورد است، یک آتشی خورد که هست، وقتی وی بالای او که گذاشته می شود وی به علاوه خیلی کلان مبدل می شود. یعنی این نظر اول یک چیز خیلی خورده هست که باز شاعر عرب چی میگوید؟ در اساس همین میگوید نظرتون فابتسامتون فسلام و کلام و موعد فلقا. حضرت گفتن سرشوی زنا گفتن اول از نظر سر میشود، یکم نظر میکنی، دوم فابتسامتون دوم نظر کردن، وقتی نظر کردی به سوی تبسم میکنی، سوم فسلام بعد تبسم کردن با او باز سلام میکنی، فکلام چهارمش چی است؟ بعد سخنرانی تان سر میشود، فموعد پنجمش گفت بعد جای موعد اعلان میشود به فلان جا را بیا، ششم فلقا بعد شما با یکدیگر میرسید. اولی سرچشمش چی بود؟ نظرتون نظر کردن، از نظر کردن سر شد. رسول اکرم حضرت علی را چی گفتند؟ لا تتبع النظرة النظر فإن لك الأولى وليس لك الآخر. ای علی گفتند یک بار که چشم تو با این زنها میگذرد در یک بار خدا تو را محاسبه نمی کند، خدا تو را عقاب نمی کند، خدا تو را عذاب نمی دهد. وقتی یکم بار یک بار نگاه میکنی ولیس لک الاخر، لیکن علی بدان که دوم بار وقتی نگاه کردی این دومش به ضرر توست. یک بار نگاه کردی ضرری ندارد، زیرا وی فوق‌العاده شد، نافهمیده شد، لیکن دوم بار از روی شهوت وقتی نظر کردی الله که اینش به ضرر تو حل می شود. جوان عزیز از این شوخی های بیجا دور باش. یک قصه به یادم آمد، میگوید یک جوان نزد رسول اکرم آمدند و گفتند ای حبیب خدا همینجا یک تکلیف شده است، باور که این خودمونم دلاورم نمیشیم، بلکه میگن همینجا یک برای بعضی باز کمبودی هایی که پیدا شده است میگن یک صندوق گردانیم که همون
کارگرها تأمین شوند گفته خیلی سخنشون قبول کردیم. یک جوان نزد حبیب خدا آمدند و گفتند ای پیغمبر خدا، من میخواهم که زنا کنم، آیا بر من رخصت نمیدهی؟ یاران پیغمبر که در اطراف پیغمبر نشسته بودند میگوید به نهایت غضبناک شدند، گفتند این پیغمبر خدا را مسخره میکنه و این نمیداند که پیغمبر خدا دائما به ضد زنا از آیه های کریمه صحبت میکند. میگه رسول اکرم که بسیار آدمی با صبر و مهربان بودند چیکار کردند؟ در حال جوان را گفتند نزد من نشین، گفتند نشست. گفت ای جوان، گفتند زنا میخواهی؟ گفت بله زنا میخواهم. گفت آیا میخواهی که با مادر تو کسی زنا کند؟ گفت نه ای پیغمبری خدا نمیخواهم. گفت میخواهی که با زنی تو کسی زنا کند؟ گفت نمیخواهم. گفت میخواهی که با اپی تو کسی زنا کند؟ گفت نه نمیخواهم. میخواهی با خواهری تو کسی استراحت کند؟ گفت نه نمیخواهم. با خاله و با عمت میخواهی کسی استراحت کند؟ گفت نه نمیخواهم. گفت پس ای دادر عزیز، ای جوان عزیز، یقین دان که آن زنی که با تو استراحت میکند وی هم یا زن یا مادر یا دختر کدام برادری تو هست. این جوان میگد از جای خود خیز. گفت پیغمبری خدا در حق من دعا کن. رسول اکرم 3 دعا کردند. پروردگارا فرج این جوان را از زنا نگه بدار. پروردگارا دل این جوان را صاف و مجلا بگردان. پروردگارا گناهان این جوان مغفرت بگردان. آمین یا رب العالمین کردند. جوان از جای خود خیز گفت به خدا قسم در روی زمین از محمد دیده دیگر رفیق ندارم، از محمد دیده دیگر محبوب ندارم، بجز دوست من فقط و فقط محمد است، من وی را دوست می‌دارم. این جوان از پیش رسول اکرم فارغ شده. بسیار خوب می‌شود جوانای عزیز امروز از نظر کردن، امروز با این زنها یک جایه شدن، استراحت کردن، فقط خواهر و اپی ختان پیش نظر بیارید. از این عمل دور باشین، زیرا خداوندم در قرآن برای شما تذکر میدهد، یادآوری میکند ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. خدا در قرآن میگوید ای بندگان من، کسی دعوا میکند که بنده خدا هستم به زنا نزدیک نشو، زیرا زنا چی یک بدفعل و چی یک بدراهی هست. شما وقتی اگر زناکار شوین جوانای عزیز، دیگر شما حیات شیرین نمیبینید، شما دیگر با زنتان معامله خوب کرده نمیتونید، دیگر زنتان دوست نمیدارید، برای شما ان دخترهای کوچه محبوبتر میشود، شما دیگر با یک زن زندگی کرده نمیتونید، بلکه در حال روز به روز طلاقی تو زیاد شدن میگیرد. این بسیار اثرهای ناخوب دارد. بین امروز خداوند 1450 سال پیش قریب ما و شما را گفت به زنا نزدیک نشوین. حکمتش امروز برآمد. سپید کی درک داشت؟ از کسل سپید کی درکدار بود؟ امروز دنیا را سپید اشغال کردگی هست، هیچ طبابتی ندارد. سرچشمش از چی است؟ از زنا کردن است. درود و رحمت خدا بر شما باد ای برادر عزیز و داملای شیرین بیان حاجی میرزا. سوال: آیا نام اساسی ابو هریره چی بود و چرا او را ابو هریره میگویند؟ ابو هریره که ما به نهایت نام این حضرت را زیاد میگیریم، نام اساسیش در زمانهای جاهلیت میگوید عبدالشمس نام داشت. عبدالشمس، شمس گفته آفتاب میگویند، یعنی بنده شمس. اون زمانهای جاهلیت کی بود؟ عبدالعزا میماندن، بنده بوت، همون بوتهایی که بودن همون به نامهای همونها میماندن، یعنی از خدا و از آخرت که درکدار نبودن، این گونه نامهای میماندن که یعنی فقط به همون خداهای خودشان چی بود؟ روانه بود. این ابو هریره در دوره های جاهلیت عبدالشمس نام داشت، بنده آفتاب. رسول اکرم وقتی که ایمان آوردن
یعنی سال 7 هجرت بود که ایمان آوردن. وقتی ایمان آوردن پرسیدن که تو چی نام داری؟ گفت من عبدالشمس نام دارم. گفت تو عبدالشمس نیستی، تو نامت عبدالرحمن است. رسول اکرم نام ابو هریره را به عبدالرحمن تغییر دادند. عبدالرحمن ابن صخرین، پدرشان صخر نام داشت و خودشان عبدالرحمن نام داشتند. چرا کنیت ابو هریره داشتند؟ اصلا رسول اکرم را ابو هریره نمیگفت، بلکه ابو هر میگفت، زیرا هر این مذکر است، هریرهش مؤنث است. یعنی ابو هر گفته فریاد میزد. کسی ابو هریرهش میگفت که مرا پیغمبر خدا ابو هر گفتند، از این خاطر ابو هر گوید مرا. و این نام از کجا پیدا شد؟ میگوید در آوان جوانیش این ابو هریره با پیشیک بسیار بازی میکرده است و گربه را به نهایت دوست می‌داشته است. این لقب، این کنیتش از جوانیش بوده است. یعنی بسیار که محبوب همین گربه کی بوده است، از این خاطر رفیقایی که همراه خود داشت با همین کنیت ابو هریره گفته آمده، حتی که دوره اسلام هم که آورد این لقبش گم نشد، بلکه ابو هریره باقی ماند. ابو هریره یکی از نفرهایی هست که ابن جوزی میگوید که در بین تمام صحابه ها یگانه ابو هریره حدیث زیاد حفظ میدانست و روایت کرده است. 5374 حدیث را ابو هریره روایت کردگی هستند. همه این از زیاد میدانستند. میگوید که سبب بسیار دانستن این حدیث های من در چی سبب بود؟ من شب و روز همراه پیغمبر بودم. من از اهل صفه بودم. اهل صفه گفته دائم در همون مسجد پیغمبر خدا نشسته بودند. اونها هیچگاه از مسجد جدا نمی شدند. هر صدقه که با پیغمبر کی می آمد، رسول اکرم که صدقه را کی نمی خورد با اهل صفه می داد. یعنی امان ابو هریره شون همراه چند شیخای دیگر که 40 یا 45 تا 70 می گویند بودن، همون شیر را چکار میکردن؟ میخوردن. از سبب دانستن من میگوید زیاد حدیث این است که با پیغمبر خدا بودم، من کار دنیا نمیکردم. دیگر سببش این بود که ابو هریره نه زن داشت نه فرزند، بی زن و بی فرزند بودن. چنان حضرت محب پیغمبر بودن که میگوید چنان پیغمبر را دوست میداشتم که در رگ و در خونم محبتش چسبیده بود. از چهره پیغمبر میگوید هیچگاه سیر نمیکردم. 1 ساعت از پیغمبر جدا میشدم گویا که قیامت بر بالای من آمده باشد. نمیتونستم از پیغمبر جدا شدم. هر روز وظیفه میگد این بود که 12,000 بار استغفرالله میگفتم. 12,000 بار. یک رشته دراز داشت، میگوید که 1000 گره داشت، مثل تسبیح های امروزه ما و شما. استغفرالله 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 میگفتم. پروردگارا به سوی تو توبه کردیم، به سوی تو توبه کردیم. شب میگوید آن شب برای من حرام بود که اگر با این رشته خود 1000 بار سبحان الله نمیگفتم. پاک هستی تو ای پروردگار. پاکی پروردگارا میگفتم، بعدا سرم میماندم خواب میکردم. این گونه محبوب خدا بودن. انا همین است سببهای ابو هریره بودنش. میگوید یک مادر سال خورده داشتند، بسیار مادر پیرانسال بود. چند بار دعوت میکردن، اسلام نمی آورد. بار میگوید ابو هریره میگوید وقتی دعوت کردم که مادر اسلام بیار، با محمد صلی الله علیه و سلم پیرو شو، میگوید چنان یک سخن ناسزای در حق محمد گفت که دیگر طاقت نکردم. از جایم خیستم، گریان به نزد رسول اکرم آمدم. گفتم ای پیغمبر، اگر دیگر نفر این سخن را میگفت و پاره پاره میکردم، لیکن مادری من در شأن تو چنان سخن قبیحی گفت که من دیگر طاقت کردن نتانستم. خانه رو ترک کردم. یا در حقش دعا میکنی خدا هدایتش کند، یا دیگر اون خانه من نمیرم. رسول اکرم دست برداشتم، گفتم پروردگارا مادر ابو هریره را اسلام عزت ببخش. آمین گفتند. ابو هریره میگوید گشته آمدم، نگاه میکنم که دروازه محکم است و شرشر آب میآید، ریختن آب. یعنی آدم وقتی نو مسلمان شود باید که غسل کند، باید آبازی کند.
میگوید آواز آب می آمد، دروازه را تق تق کردم، در آمدم. گفت ابو هریره نزدیکتر نیا که من برهنه هستم، من آبازی کرده ایستادم. وقتی وای میگوید آبازی کرد، لباسهاش که در بر کرد، وقتی مرا دیدن برابر گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. زمانی میگوید ایمان و اسلام در وجود مادر من تأثیر کرد. در پیش مادر میگه چگونه که یک لحظه پیش از سخن قبیح او گریه میکردم، این زمان چنان یک اشک شادی از چشم میریخت که گویا که فرزند من از دنیا گذشته باشد. اینقدر گریه مرا میگه فرا گرفت و دستی مادر ما گرفته و نزد حبیب خدا آمدم. گفتم پیغمبر خدا بشارت باد که مادر ابو هریره ایمان آورد. دست برداشت گفت پروردگارا، محبت ابو هریره، مادر ابو هریره را و فرزند او را در دل تمام امتان من محبتش را جایگیر کن. گفته و آمین کردند. امروز تمام دنیا مادر ابو هریره و خود ابو هریره را دوست می‌دارند و احترام میکنند. سوال ها مونده است. السلام علیکم اکای حاجی داملا عزیز و محترم. ما یک گروه اخلاصمندان شما از ناحیه کلخوزآباد اول از خدای متعال برای شما تنصیحتی و سلامتی نیک و حفظ شما و شما بر اینها را از کل بدخواهان میخواهیم. آمین. بعدا ثبت های شما را بر دوام به صبرانه انتظاریم. اکای داملا ما در کسیت 49 شما را در باب نکاح درباره بعض چیزها فهمیدیم. من گفتنیم که من از ناحیه آرجانکیزآباد زنگ گرفتم. در عین نکاح در پشت من سوزن سخت می‌کردند. اگر این عمل ناجایز باشد من از سر اینو نکاح کنم یا نه؟ با احترام مخلص شما. این سوزن زدنم یک نوع بدعت است، یک نوع خرافات ها هستند. اینا از اسلام ما نیستند، مگر که اینا عرف و عادت همین مردم ما شدند که در پشت همان بچه را که نکاح میکنید سوزن میزنید. این هم هیچ معنی ندارد. نکردن هزارها بار افضل و بهتر است. لیکن این برادر در نکاحش ضرر زیان نه آمده است. یعنی این باید از سر نکاح نکند، بلکه امروز مادامی که دانست و فهمید بر دیگر برادرهایش تبلیغ کند که این عمل عملی نادرست است. باید که ما این عمل را ترک کنیم. اکای داملا التماس با این سوالهای من باز جواب گویید. بعضی آدمان 4 رکعت سنت پیشین را در خانه میخوانند و 4 رکعت فرض را در مسجد خوانده، بعدا باز 2 رکعت سنت را در خانه میخوانند. همین آدمانی که همین خیل نماز میخوانند خانهشان از مسجد 300-400 متر دور میباشد. آیا این عمل درست است یا نه؟ البته اگر سنت ها را ما و شما در خانه خوانیم خودش سنت است. زیرا رسول اکرم حدیث های مبارک است که شما خانه هاتان به قبرستان مبدل نکنید. مقصد که یعنی در خانه هاتان نمازهای سنت خوانید، نمازهای نافله را در خانه خوانید و آمده فرض در نماز در مسجد جماعت کنید. این حدیث پیغمبر خداست. اگر مبادا که کدام برادری که در مسجد هم که اگر سنت چه خواند، این غلط هم نیست، این نادرست هم نیست. لیکن اگر رفته و در خانه‌ش هم که خواند، این افضل‌تر است و یا باید ما و شما ملامت نکنیم. این خوب است. شما میتونین حتی در همین مسئله های فقه حنفی، اینم مثلا گوری میری را تماشا کنین، میگوید که سنت بامداد باید در خانه خوانده شود. اگر مبادای در خانه خوانده نشد، در راه خوانینش، در راه نشد بیرون مسجد خوانین، بیرون مسجد نشد پس یک استون مسجد خوانین، تا که در صف شما سنت نخوانین. های اندازه تأکیدها آمدگی است. یعنی در خانه ما و شما نماز که خوانیم، تمام جین و دیگرها از خانه ما و شما دور می شود با سبب نماز خواندن ما و شما. تقدیر چیست؟ انشاءالله اینجا تقدیر در سوال کردن، من جمعه آینده در باب تقدیر با شما صحبت میکنم. 4، ختم خوجه چی درجه دارد و ختم قرآن چی درجه دارد؟ یعنی بغیر تقدیر 4 سوال کردن، 3 سوالش جواب میگیم. سوال 1 سوالش که در باب تقدیر است، جمعه آینده انشاءالله من جوابش میگم. ختم خوجه و ختم قرآن. البته ختم قرآن از ختم خوجه دیده افضلتر و بهترتر است.
ختم خوجه را خدا رحمت کند استاد ما بابای ملا شریف که همه شما میشناسید. امون حضرت در همین محله ما ختم خوجه نمیکردن. مرحمت همون سفیدای محله وجود دارند. میگو مادامی که همین ختم که بجا آوردن میتوانند و برای ختم خوجه که مردم زیاد در کار است و مردم سوره علم نشرح را نمیدانند، سوره قل هو الله را درست خواندن، سوره اخلاص را درست خواندن نمیتوانند، از این خاطر یک نفر آدم همین سوره تبارک خواند، 3 بار دیگه از پسش سوره اخلاص خواند، دعا کند، بس کفایت میکند. این افضل تر است میگفتند. از این خاطر ما هم که پیروای ایشان هستیم، شاگردای ایشان هستیم و در همه جا میگویم که ختم همین سوره تبارک خوانین، 3 بار سوره اخلاص خوانین، این بهتر افضل تر است. همین هم شخص خواند که قرآن گذراندگی باشد. آدمی قرآن ناگذرانده باشد و چی خود گناهکار می شود چی شنونده ها گناهکار می شود. سوال درار انشاءالله اینجا یک چند سوالای تعجیلی هم آمده است برادرای عزیز. ما اینها را جواب شد جمعه آینده خدا خواسته باشد با سوال جواب میکنیم، زیرا من اکثری سوالهایی که خیلی مهم بودند، چی در باب اسراف بود، چی در باب معرکه های نادرستی که ما و شما داریم اینجا سوالها شده است، و چی درباره محبت وطن دوستی بود. من با شما باید صحبت میکردم، از بس که وقت کی نیست. انشاءالله جمعه آینده من در این بابت ها با شما صحبت میکنم. فقط دیروز ما در قرغن تپه مجلس بود، در حضور مفتی، در حضور رئیس کمیته دین اسلام، در حضور اشان سید جان و انجا معاون ولایت ختلان، میری شهر همون قرغن تپه و دیگر نفرها اشتراک داشتن. مجلس گذشت در اونجا من از شما باید که اونها گفتن و تمام مردم خبر دهید، در اونجا در باب یعنی اسراف و معرکه های نادرست ما و شما گفتن صحبت کنید که چگونه که رئیس جمهورم مفتی را قبول کردن. اگر شما دیده باشین در باب همین اسراف و معرکه های نادرست صحبت ها کردن و باز در باب اختلاف هایی که در امروز در جمهوری پیدا شده است، اختلاف هایی که آمین بلند، پای های کشاد، دست های بالای سینه، این مسئله خیلی یعنی موضوع مهم و گفتن که در این مسئله ها صحبت ها کنین تا که بسیار یک نقطه حساسی هست که شاید که ناآرامی پیدا شود. برادرای عزیز خوب توجه کنید، من شما را تحقیر کردنی نیستم، من هیچ کدام شما را حقی سنگ زدنم ندارم، لیکن بسیار گرد همین موضوع مسئله های زیاد دیده شده ایستاده است، گفتو گزارها و گفتو شنیده های زیاد شده ایستاده است، عاقبت ناخوب دارد. بیاید همین مسجدهای کشاده ما و شما را ضرر نکرده است، بیاید همین داعی هایی که دعوت دارند پیش راه همین ها را نگیرید، بیاید همین مدرسه هایی که در ما و شما کشاده هستند دروازه همین مدرسه ها را نبندیم. با یک آمین گفتن تو دنیا روشن نمی شود، با یک آمین گفتن تو جامعه اصلاح نمی شود، با یک دستی بالای سینه بستن تو شریعت مستحکم نمی شود. امروز موضوعهای مهم خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. اگر چنده که زیر ناف گرفتن دست سنت است، پس گفتن آمین سنت است. همین طریقی که از ابو حنیفه ما و شما داریم، برادرای عزیز به همان مراجعت میکنیم، فریفته هیچ کس نشوید. از همین راهی که گرفتیم از همین راه بیرون نشویم که خطر زیاد داره. ما دوستار ابو حنیفه هستیم و می باشیم و همچنان می رویم. چی زلال و چی نقص و چی کمبودی در این مذهب دیدیم که رجوع به دیگر رویه ها و جریان ها میکنیم. امروز شیعه هم میخواهد جریان خودش در بین ما جاری کند، نصرانیش هم میخواهد جاری کند، تا که همین تاجیکستان آرام ما و شما را، این تاجیکستانی که اینقدر پیشرفتی دارد، رئیس جمهور چند قدر حرکت ها برای بهبودی کرده ایستاده است، همین ما و شما باور کنید از دست میتیم، بعداً پشیمان میشیم، فایده ما نمیکنه. این مسئله در اونجا دیده شد. بسیار از شما خواهش میکنم انشاءالله هر مسئله برآمد در ما توجه، در ما از ما پرسان، از هیچ کس نپرسید.
خدای مهربان عاقبت ما و شما را به خیر بگرداند و تن همه ما و شما را خدای مهربان صحت و سلامت نگه بدارد و خداوند همه ما و شما را از جمیع گزندها و تهمتها در حفظ امان خودش نگه بدارد و خداوند این جمهوری ما را باز هم زیباتر و شکوفانتر بگرداند و تمام آن کسانی که در این جامعه ما خدمت میکنند برای بهبودی این مردم، برای آرام کردن این جامعه دلالت ها دارند، خدمت ها میکنند، خدا ایشان از کل آفت ها نگه بدارد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. اینجا در چند برادرها خیرها کردن و گفتن که امین پسر من کسلیمند است، قطعی خانواده هم، التماس در همین ماه بزرگ در حقشون دعا کنید. اکی سرخان ظاهرشاه 50 سامانی آمده است که در حق ما دعا کنید. برادرمان سنگ، اکی سنگ داماد اکی مولانا 150 سامان آورده دادن. خیلی من سومش نامگیر نمی کنم. برادرمان ولی و سفرمد آورده یاردم کردن برای کاری مسجد. حاجی یوسف جان، حاجی نعمت، ترسون، اکبر، اکی مظفری که اکسکواتری که در این بیرون کار کردن، اکی رئیس کریم خان در اینجا سهم خشانت گذرانیدن، حاجی سرخان همراه پسرانش، اکی مرادلی از همین محله که در همین چراغای ما